تاکید مقامات ایران و پاکستان بر تقویت مناسبات دوجانبه. مقامات عالی رتبه ایران و پاکستان بر تقویت روابط دوستانه و برادرانه بین دو کشور همسایه تاکید کردند. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان در سفر یک روزه خود به پاکستان با مقامات عالی رتبه سیاسی و نظامی این کشور دیدار و گفتگو کرد. نخست وزیر پاکستان با تجدید دعوت رسمی از آیت الله سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور کشورمان برای سفر به این کشور تاکید کرد. اسلام آباد متعهد به تحکیم روابط برادرانه میان دو کشور است. در دیدار با فرمانده ارتش و وزیر امور خارجه پاکستان، مقامات دو کشور تروریسم را یک تهدید مشترک برای دو همسایه دانسته و تاکید کردند برای مقابله با این پدیده باید از طریق تلاش‌های مشترک، هماهنگی بهتر و به اشتراک گذاری اطلاعات اقدام کرد. در چارچوب توافقاتی که امروز انجام شد، اولا قرار هست که همکاری‌های مشترک تهران و اسلام آباد برای مقابله با تروریسم گسترش پیدا بکنه. ثانیاً در حوزه‌های مختلف همکاری‌های اقتصادی و بازرگانی، صنعتی، علمی و فناوری و انرژی شاهد پیشرفت‌های خوبی باشیم. در این دیدار با تاکید بر اینکه تروریست‌ها به خواسته کشورهای ثالث در پی ایجاد خلل در روابط دوجانبه هستند، اعلام شد مبارزه مؤثر علیه تروریسم توسط هر دو کشور اجتناب ناپذیر است و هر دو کشور عزم راسخ دارند که مرزهای مشترک را به مرزهای اقتصادی و توسعه یافته برای ساکنان آن تغییر دهند. اتفاق نظر داریم که در یک جدول زمانبندی شده مورد توافق 5 گذرگاه مرزی به گذرگاه‌های موجود اضافه بشه. مرزهای ما مرزهای همکاری‌های اقتصادی و تجاری و گردشگری بشه. مرزهای امنی که تروریست‌ها جایی در اون برای تداوم اقدامات تروریستی خودشون نداشته باشن. رایزنی در زمینه تقویت همکاری‌های سیاسی، امنیتی، تجاری، اقتصادی، فرهنگی و علوم و فناوری از دیگر موضوعاتی بود که مقامات دو کشور در این رایزنی‌ها بر آن تاکید کردند. مقامات دو کشور همچنین عزم و اراده خود را برای بازگشایی گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی جدید بین دو کشور با هدف تقویت همکاری‌های تجاری اعلام کردند. سید علی رضوی، خبرگزاری صدا و سیما، اسلام آباد.